با توجه به اینکه اول ساله و احتمالاً پروژه‌های زیادی میان سمتتون، چند تا نکته یادتون باشه، هم برای خودتون خوبه هم برای کسب و کارهایی که باهاشون می‌خواید کار بکنید. نکته اول، حواستون به برآورد هزینه‌های تولید محتوا و آف پیج باشه. اعداد مثلا تو فروردین و اردیبهشت مشخص میشه شما داری یه برآوردی انجام میدی، اما بدون 4 تا 6 ماه بعد دوباره با توجه به بالا رفتن قیمت دلار و اینا امکان افزایش وجود داره. یعنی تولید کننده‌های محتوا، فریلنسرها و رسانه‌ها قیمتاشون رو افزایش میدن. پس از همین الان به اون صاحب کسب و کار بگو که احتمالاً این برآوردی که داریم میکنیم در 4 تا 6 ماه آینده شاید 25-30% به این هم اضافه بشه. در رابطه با دستمزد خودتون و قرارداد خودتون هم قرارداد 6 ماهه ببندید. اگر کسی میخواد باهاتون قرارداد 1 ساله ببنده، به اون هم بگید که در مثلا 6 ماه دیگه از برج 7 20% تا 30% به مبلغ دستمزد من اضافه میشه. اینجوری خیال خودتون هم راحته، نه به خاطر قرارداد 1 ساله بعدی که بستی 6 ماه دیگه بخوای بری 2 تا پروژه دیگه هم ببندی که اون پوله رو جبران بکنی، اون عقب افتادگی رو جبران بکنی، از اونور به این پروژه هم لطمه بزنی. و نکته بعدی که خیلی مهمه، امسال سال سختیه، همه کسب و کارها دنبال کم کردن هزینه‌شون هستن. پس سئو به تنهایی دیگه کافی نیستش. شما، نمیگم دیجیتال مارکتینگ خیلی وسیع میشه، اما شما باید روش‌های درآمد از وبسایت رو بلد باشید و برای کسب و کارها بتونید پیاده سازی بکنید تا فروش و یا لید رو براشون ایجاد بکنید. خیلی مخلص.